اچیومنت جذاب و خفن سیزن جدید. پابجی توی سیزن جدید یه دونه اچیومنت خیلی خفن آورده که من اومدم به صورت کامل واسهتون توضیح بدم. پس اگه تو هم دوست داری همه چی رو راجع به این اچیومنت بدونی، تا آخر این پست با من همراه باش. راستی اگه پیج منو فالو نداری حتما فالو کن، چون هر روز یه آموزش خفن همینجا واسط میذارم. پس بزن بریم. مرحله اول شما باید داخل مود جامپ بزنید و بیاید این قسمتی که من رفتم. حالا نزدیک این تابوت میشید و این تابوت رو باز میکنید. حالا وقتی که این اوپنو بزنید، مأموریت واسه شما شروع میشه. میبینید که روی صفحه نوشته که شما باید 9 تا مأموریت رو انجام بدید. مأموریت اول، اگه شما مینی مپ رو باز کنید، میبینید که 3 تا از این گلدونا رو توی مپ واسهتون علامت زده. الان شما باید برید پیش این گلدونا و پیکاپش رو بزنید. این اچیومنت از اونجایی که خیلی طولانیه، داخل یه پست اینستاگرام نمیشه واسهتون توضیح داد. من این اچیومنت رو به صورت کامل توی کانال یوتیوبم آموزش دادم. پس اگه میخوای این آموزش رو به صورت کامل ببینی، کافیه که واسه من کلمه اچیومنت یا عدد 1 رو کامنت کنی. من خودم لینک مستقیم ویدیو رو واسط میفرستم. به نظر من حتما برو ببین که یه اچیومنت خیلی خفنه. چاکر همه.